چرا آمریکا ستیزی؟ چرا مرگ بر اسرائیل؟ چرا غرب ستیزی؟ چرا استکبار ستیزی اومده جانشین اهداف انقلاب شده؟ برای اینکه حکومت بیاد بگه پس انقلاب برای چی بوده. ایشون مجبوره بیاد بگه من به حکومت جمهوری اسلامی میگم که آقا جون، شما مگه نمیگید که ما رسالت داریم اسرائیل رو باید نابود بکنیم؟ این رسالت کی به شما داده؟ این رسالت کی به شما داده؟ قرآن به شما داده، خدا داده، پیغمبر داده، قانون اساسی داده، کی به شما داده؟ بیایم یه نظرسنجی بکنیم. یه نظرسنجی به ایرنا، ایسنا، اینا که مال حکومت هستن، اینا بیان یه نظرسنجی بکنن. اگه نصف به علاوه که مردم ایران گفتن که بله باید اسرائیل نابود بکنیم، بسم الله اسرائیل نابود بکنیم. ولی من با تمام وجود معتقدم که شاید 10% مردم ایران هم نگن که ما میخوایم اسرائیل نابود بکنیم. ما باید اسرائیل نابود بکنیم. 90% مردم ایران میگن واسه شما، به ما چه مربوطه؟ دعوایی است بین عربا، بین فلسطینیا، بین یهودیا، بین اسرائیلیا، به ما چه مربوطه؟